سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. واکنش وزارت دفاع کشور به اظهار تأخیر وزیر دفاع پاکستان. سفر رئیس عمومی تنظیم ادویه و محصولات صحی وزارت صحت عامه و هیئت تکنیکی همراهش به ترکیه. و سقوط یک چرخبال در سواحل نزدیک استرالیا. امروز شنبه 18 ماه دلو سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان در واکنش به اظهار تأخیر وزیر دفاع پاکستان اعلام کرده که نسبت دادن رویداد در یک مسجد در اسلام آباد پایتخت پاکستان به افغانستان غیر مسئولانه، بی اساس و فاقد هر گونه منطق است. و گفته وزارت دفاع ملی مقام‌های پاکستانی با چنین اظهارات نمی‌تواند ناکامی‌های امنیتی خود را پنهان کند یا مشکلات را حل کند. در اعلامیه آمده است که اگر مقامات پاکستانی واقعاً می‌تواند بلافاصله پس از وقوع چنین رویدادهای عاملان آن را شناسایی کند، پرسش اساسی این است که چرا پیش از وقوع رویداد در جلوگیری و خنثی‌سازی آن ناکام می‌ماند. این وزارت تاکید کرده که حکومت افغانستان به ارزش‌های اسلامی متعهد است و هرگز کشتن و آزار افراد بیگناه را برای اهداف سیاسی جایگزین نمی‌داند و نه از عاملان چنین اعمال غیرقانونی حمایت می‌کند. حافظ دکتر نعیم الله ایوبی رئیس عمومی تنظیم ادویه و محصولات صحی وزارت صحت عامه و هیئت تکنیکی همراهش در یک سفر رسمی به ترکیه سفر کردند. وزارت صحت عامه میگوید که قرار است این هیئت با مسئولان مربوط اداره ادویه ترکیه دیدار و در مورد شماری از موضوعات مهم مرتبط با تنظیم ادویه و محصولات صحی گفتگو کند. همچنین این هیئت تکنیکی از کارخانه‌های تولید ادویه در ترکیه دیدن کرده و به گفته وزارت صحت عامه در این سفر تلاش می شود تا هماهنگی‌های بهتر در بخش تولید و واردات ادویه میان دو کشور ایجاد شود. سفیر کبیر امارات اسلامی افغانستان در مسکو مولوی گل حسن با سفیر چین در مسکو ژانگ هانیو دیدار کرده. از سفارت افغانستان در روسیه اعلام کرده که در این دیدار درباره همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و چین، تلاش‌های مشترک برای تقویت امنیت پایدار در منطقه و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو صورت گرفته است و هر دو طرف بر گسترش و تحکیم روابط دوجانبه تاکید کردند. و در اخیر خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس استرالیا گزارش داده که در نتیجه سقوط یک طیاره در اقیانوس در نزدیک جنوب استرالیا 3 تن کشته شدند. این رویداد روز گذشته رخ داده و در مورد علت وقوع آن تاکنون چیزی گزارش نشده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.